Structure Part 2 دستور زبان بخش 2 Error Identification یافتن نادرستی ها. خب اینایی که 4 تا زیرش خط کشیده شده یکی از اونا نادرسته، شما باید نادرست رو پیدا بکنید. خب چند تا رو در نشست پیش کار کردین، در این نشست 5 رو دیگر کار میکنیم. 16 17 18 19 20. من هر کدوم رو که خوندم یه دست کم 10 ثانیه درنگ یا ایست دارم که شما که برخط هستید بتونید کمی فکر بکنید و ببینید میتونید پیداش بکنید یا نه. An itch خارش. An itch resulting when a nerve that can carry pain is only slightly stimulated. بسیار خوب، من چند ثانیه بی صدا بودم که شما پاسخ بدید. An itch resulting پاسخ نادرست، پاسخ درست و اونی که نادرسته اینه resulting. An itch این بایستی باشه an itch خارش results رخ میده، ایجاد میشه، results و مانده گذاره. این مانند اینه که بگید it به جای an itch بگید it results. این تک و اس سوم شخص میخواد. resulting ببینید ing داره. خب یه فعلی که ing داره ولی مشکلش اینجاست که فعل کمکی نداره، یعنی بایستی باشه is resulting, are resulting, were resulting, has been. یه فعل کمکی بایستی داشته باشه، نداره و اینجا تنها با ing نمیاد بدون فعل کمکی، نادرسته و این بایستی میشد an itch results. زمانی رخ میده که a nerve اون عصب that can carry pain که میتونه درد رو جابجا کنه، ترابری کنه is only slightly تنها اندکی stimulated برانگیخته بشه. بریم سراغ پرسش 17. That the museum includes displays of the papyrus making process. این papyrus هم پاپیروسه. Papyrus making process are yet another reason for not missing it. خب من چند ثانیه بی صدا هستم. That the museum این که موزه شامل نمایش هایی displays از فرایند ساخت پاپیروس هست. Another reason آوند یا دلیل دیگری برای از دست ندادن اونه missing it، یعنی برید ببینید از دستش ندید. That the museum includes خودش یه راهنمایی کرده اینجا به شما، یعنی اس سوم شخص داره، اس تک بودن داره، فعلش تکه. زمانی که تکه اینجا بایستی باشه is are نادرسته، درستش isه، یعنی انگار گفتید it is are نادرسته. من یه نکته رو بهتون بگم، اینا کسایی که میان این آزمون ها رو میسازن، این پرسش ها رو، زمانی که میان زیر فعل ها رو خط میکشن، این آر فعل اینجا، دیسپلی هم میتونه فعل باشه هم نام، اینجا چون جمع داره نام اسم. زمانی که میان زیر فعل رو خط میکشن شما 50% گمان داشته باشید، شک کنید، گمان داشته باشید که با این فعل سر کار دارن، یا خود فعل هست سرراست یا همسو بودن فعل و نهاد، یعنی یه مشکلی توی نهاد هست. ولی هر زمان زیر فعل رو خط کشیدن شما بدونید که یه داستانی داره. اینم راهنمای من. 18. The most antibiotics are antibacterial agents
but some are effective against yeast infections. چند ثانیه بی صدا هستم. خب پاسخ اینجاست. the most. این نادرسته. چی برسی باشه؟ درستش مسته. most. و مانده گذاره. the most antibiotics میگه most antibiotics. بیشتر آنتیبیوتیک ها فارسیش هم میشه پادزیست. پاد یعنی زد. antibiotic میشه پادزیست. are antibacterial agents. سازه های پاد باکتریایی هستند. but ولی some are effective against yeast infection. yeast همون خمیر مایه یا مخمره. خمیر مایه دست کم مایش فارسیه. yeast infection دیگه میشه عفونت‌های قارچی، اما ولی برخی از اونها در برابر عفونت‌های قارچی کارا یا مؤثر هستند. یه راهنمایی دیگه از سوی من داشته باشید. تجربه من زمانی که دموس رو میارن در آغاز گزاره، دموس رو د و مست، بازم شما 50% گمان ببرید که این نادرسته. یعنی میخوان دانش شما رو در مست و دموست بسنجن. اینجا دموست نادرسته. چرا؟ چون شما نمیخواید چند چیز رو بیاری با هم بسنجی و بهترینش رو بگی. یعنی نمیخوای بگی the most beautiful person، زیباترین آدم، نمیخوای بگی. میخواد بگه most antibiotics، یعنی یه داده همگانی یا یه داده کلیه، بیشتر آنتیبیوتیکا. بنابراین به د برای سنجش نیازی نداره. صفت برتر و برترینه دیگه، اون د رو میاره the most beautiful person. خب اینم از 18. بریم برای 19. In all animals, whether simple and complex, enzymes aid in the digestion of food. خب in all animals whether در همه جانوران whether simple and complex، نادرستش اینجاست and این بایستی باشه or. whether با or میاد، درستش اوره. whether simple or complex، یا چه ساده باشن چه پیچیده، enzymes aid in آنزیم‌ها کمک میکنن به in the digestion of food، در گوارش خوراک. من چند تا دیگر هم بهتون بگم بد نیست. whether با or میاد، both با and میاد و from با to میاد. این ستا رو بدونید کمکتون میکنه. whether or، both and و from to. بریم شماره 20. بازم پرکاربرد، هم EPT هم MSRT هم MHLE. Brown lung is a respiratory disease caused by inhaling dust from cotton or some another fiber. خب براون لانگ، شش قهوه‌ای، شش فارسی، ریه عربی. شش قهوه‌ای is a respiratory disease، یه بیماری تنفسی caused by، رخ میده by inhaling dust from cotton، زمانی که گرد و غبار روی پنبه رو
زمانی که دمیدن رخ میده گرد و غبار روی پنبه، یعنی گرد و غبار روی پنبه رو میدمید. تنفس میکنید، من فارسیشو گفتم. میدمید or some another fiber، یا فیبرهای دیگه. خب inhale وارونی یا مخالفش exhale هست. exhale یعنی بازدم، دم میدید به درون، بازدم میدید به بیرون. این داره یعنی که به درون میدید. خب این میشه another نادرسته، درستش بایستی باشه other. another یعنی an other، یه دونه است. an other به یه دونه اشاره داره. چون اینجا some آوردین، some چند تاست، این بایستی باشه some other fiber. اینم بسیار دیدم من در آزمون ها هست، هم دانشگاه آزاد، هم وزارت بهداشت، هم MSRT وزارت علوم. در گذاشتم که توفل PBT بود، پیپر بیس کاغذی، زیاد می اومد از این. برای another و other دگرسانیش رو چند بار بخونید.